تصور کنید که شما راننده یه آمبولانسید و بعد از اینکه یه فرد مرده رو به بیمارستان میرسونید یهو به آینه عقبتون نگاه میندازید و همینطور که داشتید توی آینه رو نگاه میکردید متوجه یه کله خیلی وحشتناک میشید. این دقیقاً اتفاقی که واسه یه بنده خدا اتفاق افتاده که الان قراره بریم با هم دیگه ببینیمش. سلام بچه‌ها، چه خبر؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو و امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره بریم یه سری ویدیوهای خیلی ترسناک و وحشتناکی که توی اینترنت وجود دارن با هم بررسی کنیم. پس حتما قبل از اینکه بریم سراغش اون دکمه لایک رو بزنید و چنلم سابسکرایب کنید. بدون معطلی بریم سراغش. توی تاریخ 1 جولای 2024 یه راننده آمبولانس با حالت وحشت زده خیلی دور از وسیله نقلیه‌اش وایساده. طبق گفته‌های راننده اون مجبور شده فوراً ماشین نگه داره چون همون موقع یه اتفاق خیلی عجیبی افتاده. به گفته خودش وقتی که داشت به پایگاه برمیگشت ناگهان یه چیزی رو توی قسمت عقب آمبولانس میبینه. وقتی متوجه میشه که چی بوده ماشین رو نگه میداره و با حالت وحشت زده میپره بیرون. حالا به دلیل کمبود جا برای پارک آمبولانس رو توی یه کوچه پارک کرده ولی حتی از دورم نمیتونه چشم از ماشینش برداره. کاملا معلومه که چیزی باعث شده که اون عمیقاً بترسه. بریم ویدیو رو با هم ببینیم. Alright, so I'm not sure how to واسه تو talk زیرنویس about this, گذاشتم که but دیگه خودتون راحت بخونید. well, first off, I've been an EMT just for a little bit and like I ain't never experienced nothing like this. So as we driving back to base, I swear I seen a face in the rearview mirror. Like, I need to turn this engine off though, cause like we're gonna be stranded out here. Yeah, as soon as possible. اینجا میره سمت ماشین آمبولانس تا موتور رو خاموش کنه چون که مثلا اگه موتور زیاد روشن بمونه بالاخره باتری و این چیزا تموم میشه و مشکل ایجاد میشه. خیلی هم ترسیده آروم آروم داره میره سمت آمبولانس. سریع میپره داخل، دوربینو میذاره اینجا و داره موتور رو خاموش میکنه. شنیدید صدا رو؟ از ترسش اینجا فرار کرد. Hey, on it. I don't know if you see it, but can y'all see that back door? Like it just, like it just flew open. Like can y'all? Nah, what the? Can y'all see it? Nah, hell no. Nah. میبینید؟ قشنگ یه چیزی از اونجا رد شد و رفت. تعجبی نداره که امدادگر به شدت از رفتن به سمت آمبولانس ترسیده بود. به نظر میرسه که یه چیزی توی آمبولانس بوده. درسته که ما اون چهره‌ای رو که امدادگر ادعا کرده بود رو نمیبینیم، ولی یه چیز شبیه به این موجود سایه‌وار در حال حرکت به این طرف و اون طرف دیده میشه و انگار اون تو گیر کرده و به این طرف و اون طرف میدوه. راننده امدادگر فکر میکنه هر چی که بوده مقصر باز شدن ناگهانی در کابینت اونجا هم بوده. اون صدایی هم که داخل ماشین شنیده شد احتمالاً صدای باز شدن اون دره بوده. بعضی معتقدن که شاید روح کسی که داخل آمبولانس فوت کرده بوده باشه، در حالی که خیلی همچین چیزی باور دارن. عده دیگه هیچ ایده‌ای ندارن که این چی بوده. چه روح باشه چه چیز دیگه، امدادگر فقط خوشحال بود که کسی از محل کار اومد و ماشین رو برداشت.
تا به امروز هم این سوال باقی مونده که چی واقعا توی آمبولانس بوده. تو ویدیو بعدی 3 تا دوست توی خونه تنهان و یکی از اون دوستا تصمیم میگیره که به مادرش زنگ بزنه بعد از اینکه یه اتفاق خیلی ترسناکی میفته. I should be home in about 10 minutes. I need you to stay calm though, okay? Okay. So calm, quiet, keep the door locked. Alright, do not go out of the room whatsoever. هر 3 تا دوست توی اتاق نشستن و در رو قفل کردن و دلیل خوبی هم واسه این قضیه دارن. مثل اینکه قبلتر صدای برخورد بلندی از طبقه پایین و صدای دیگه‌ای تو سراسر خونه شنیده میشه. اونا هم فکر میکنن یکی وارد خونه شده و به خاطر همین زنگ میزنن به پلیس. Glass, was it metal? What did it sound like? It was just like a big thud and So you heard glass shatter? yeah. حالا اینجاست که اوضاع عجیب میشه، چون ظاهرا بعد از جستجوی کل خونه پلیس هیچ نشانه از ورود اجباری یا هیچ سرنخی که نشون بده کسی وارد خونه شده باشه رو پیدا نمیکنه. بدون هیچ نشونه‌ای از متجاوز پلیس خونه رو ترک میکنه. با این حال اونا بعد از تماشای فیلمی که یکی از دوستاش گرفته بود متوجه چیز خیلی نگران کننده ای میشن. قبل از اینکه پلیس برسه هر 3 تا دوست تصمیم گرفته بودن برن سراغ صداها و احتمالاً در صورت نیاز موضوع رو خودشون حل کنن. ولی توی همین زمان یه اتفاق میفته که باعث میشه دوستی که توی این خونه زندگی میکنه سگشو برداره و وسایلشو جمع کنه. اونا واقعا ترسیده بودن به معنای واقعی کلمه. این چیزیه که اونا ضبط کردن. Okay, it's There's fine. somebody Okay. there that can have help. Okay. Okay? Alright, I'll see you soon. I love you. I love you too. Bye-bye. Bye. حالا اینجا مثل این که یه 10 دقیقه میگذره و اینا تصمیم میگیرن که در رو باز کنن و خودشون برن پایین. خیلی خونه بزرگی هم دارن. چراغ روشن میکنه. بعد یه نگاه شروع میکنم به پایین رفتن. مثل اینکه یکی از دوستاش متوجه یه چیزی تو تاریکی میشه و همشون رو میترسونه و فرار میکنن. اما ما اون چیزو توی فیلم نمیبینیم، ولی یه چیز دیگه ای هستش که هیچ کدوم از دوستاش تا وقتی که بعداً فیلم رو دیدن متوجهش نشدن و اگه نتونستید شما هم ببینیدش این چیزیه که ضبط شده. فقط نگاه کنید ببینید چه صحنه‌ای دیده میشه. یه خورده نور تصویر رو بچه‌ها ببرید بالاتر تا راحت‌تر بتونید ببینید. قشنگ یه چیزی اونجا حرکت کرد رفت. به وضوح میشه دید که یه چیزی پشت نرده حرکت میکنه. این جسم مرموز به سرعت از یه طرف به طرف دیگه رد میشه و بدون اینکه صدایی از خودش ایجاد کنه. با توجه به اینکه خیلی آروم عبور میکنه به نظر میاد که یه جورایی انگار شناوره. ولی به طور قطع ترسناک ترین چیز در مورد این موضوع اینه که یه چهره رو میشه توش دید. اولش سخته که ببینیش ولی با دوباره دیدنش میتونی بعضی از ویژگی‌های یه چهره رو تشخیص بدی. حرکت عجیب و غریبش و نزدیکیش به زمین باعث شده که این گروه فکر کنن که یه روح توی دوربین دیده شده. به نظرشون میرسه که یه سر شناور از جلوی دوربین رد شده. اگه این ویدیو رو قبل از اینکه پلیس بیاد دیده بودن خدا میدونه که چه چیزایی به پلیس میگفتن. در حالی که اون موجود سایه‌باری که دیده بودن به اندازه کافی ترسناک بود، این یکی دیگه قطعا میتونست روحو از بدنشون در بیاره. از اون موقع بعدم دیگه توی این خونه اتفاقی نیفتاده. حالا نظرتون راجع به این ویدیو چیه؟ توی یه بعد از ظهر پنجشنبه وقتی که یه زن توی خونش بوده یهو متوجه میشه که سگش توی حیاط پشتی داره بی‌دلیل پارس میکنه و اون سگ هم به نظر میاد که داره به چیزی پارس میکنه که وجود خارجی نداره و اینطور به نظر میاد که زن اینطور اتفاقات رو زیاد تجربه کرده. بریم با هم دیگه فیلمی که ضبط کرده رو نگاه کنیم. Look, you guys, it rocks, but then it stops on its own when I come outside. Let's see if I could get it on camera. There's like no wind. That's I know, Blue, someone's there, huh? I know it, I know. I don't know why it does that. ریاکشن سگه رو قشنگ میبینید دیگه. Time. I can't believe I caught it on camera. اونجوری که سگه داره پارس میکنه معلومه قشنگ یه چیزی اونجا هست.
یه چیزی هست که سگه رو اونطوری ترسونده. Katie, I guess I do have a ghost bit. Get him blue. I'm shutting the door. رفتار عجیب سگ باعث میشه که هممون فکر کنیم واقعا یه جای کار میلنگه. با توجه به حرکت صندلی و رفتار عجیب سگ به نظر میاد که این یه اتفاق فراتبیعی باشه. زنی هم که این فیلمو ضبط کرده همین فکر رو میکنه. ولی واقعا نمیشه گفت که دقیقاً چه چیزی بوده که روی صندلی نشسته بوده. چه طبیعی و چه ماورایی، این ویدیو هنوزم یه معما باقی میمونه. ویدیو بعدی رو من توی یکی از شبکه‌های اجتماعی پیدا کردم و تقریباً هیچ توضیحی راجبش وجود نداره. به نظر میرسه که کسی که این ویدیو رو گرفته یا توی یه کلینیک بوده یا توی یه بیمارستان و توی یه اتاق انتظار نشسته بوده. اما یه چیزی در مورد این فضایی که توش هست خیلی عجیب به نظر میرسه. کسی که این ویدیو رو گرفته ظاهرا مدت زیادیه که توی این اتاق تنها نشسته. اتاق کاملا خالی از افراد دیگه است، ولی چیزی که خیلی عجیب به نظر میرسه اینه که یه سایه‌ای دیده میشه که این سایه در حالی ظاهر میشه که هیچ کس توی اتاق نیست. قشنگ یه سایه تر و تمیز اونجا داره تکون میخوره. بعد اینجا مثلا شما فکر میکنید که شاید یه نفر اونورتر وایساده دیگه، اما وقتی دوربینو میاره اینور هیچ کس اینجا نیست. چطور ممکنه؟ سایه همونطوری اونجا داره تکون میخوره. اولش به نظر میاد که سایه توسط یک کسی که خارج از کادر دوربینه ایجاد شده، اما وقتی که دوربین به سمت کل اتاق میچرخه هیچ کس توی اتاق وجود نداره. نه کسی دیده میشه و نه هیچ چیزی که بتونه سایه بندازه. در نهایت نمیتونم بگم که دقیقاً چه چیزی توی دوربین ضبط شده، ولی این اتفاق موجب شده که خیلی‌ها فکر کنن که این قضیه یه اتفاق ماوراییه. مثل همیشه بهم بگید نظرتون راجبش چیه. تو 4 جون 2024 یه ویدیو داخل یه دستشوی عمومی گرفته شده که یه چیز خیلی ترسناک توش اتفاق میافته. کسی که این ویدیو رو ضبط کرده به نام اکسل لوا شناخته میشه و با توجه به صدای خودش به وضوح میشه فهمید که یه چیز خیلی اذیتش کرده. اکسل میگه هیچ کس دیگه‌ای توی دستشویی به جز اون نبوده. حالا بخش عجیبش اینجاست که همین چند لحظه پیش صداهایی رو از یکی از کابینا میشنوه، ولی هر کدوم از کابینا رو که چک میکنه متوجه میشه که همشون خالی ان. به خاطر همین دوربینش رو در میاره و شروع میکنه فیلم گرفتن و چیزی که ضبط میکنه اینه. پسر الان داره میگه که میخواسته بره تو دستشویی و همه چی خیلی نرمال بوده تا اینکه یهو یه سری صداهایی رو میشنوه. بعدش صدای شبیه مثلا اینکه یه نفر داره میکوبه به در و این چیزا. بعدش وقتی میگرده میبینه که هیچ کسی داخل این اتاقا نیستش، داخل این کوپا. مکانی در باز میکنه هیچ کسی این تو نیست، نشون میده قشنگ. هیچ کس اونجا نیست. دستشوی هم خیلی دستشوی کوچیکیه. درم که اونم میبینید بسته است و صدا اومد. Escucharon. No hay nada. همونطور که میبینید صدای کوبیدن به درها خیلی ترسناک بودن، ولی یه اتفاق میفته که حتی ترسناکتر بود. اینکه یه صورت خیلی وحشتناکی یهو پشت یکی از کابینای خالی ظاهر میشه. این اتفاق خیلی سریع میافته ولی نه اونقدر که نتونیم ببینیمش. اکسل میگه تا بعد از دیدن فیلم متوجه این صورت نشده بود. اونم مثل بیننده از چیزی که پشت در دیده بود وحشت زده شده بود. یه صورت رنگ پریده با چشمه باز که یهو ناپدید میشه. اکسل دیگه از اون بعد هیچ چیز دیگه‌ای در مورد این اتفاق نگفته و نیازی به توضیح بیشتر نداره و ویدیو به اندازه کافی ترسناکه. ویدیو بعدی رو یه مرد توی زیر زمین خونش میگیره و مثل اینکه یه اتفاق خیلی وحشتناکی رو تجربه میکنه. مثل اینکه این مرد جدیدن اومده به این خونه و از وقتی که اومده توی این خونه یه سری اتفاقات خیلی ترسناکی واسش میافتن. ویدیو هم مربوط میشه به سال 2017 و بریم با هم ببینیم که چه اتفاق ترسناکی میافته. یه چند تا اصلا اونجا قشنگ افتادن. اوه اوه اوه.
و فقط در رو نگاه کنید، خیلی آروم. What's creepy? So that door always swings wide open and it stays open. It doesn't ever close, stay like that. یه بار دیگه همینجا باز شد. Oh, there you go. Let go of it. Crap, that's freaky. از اونجایی که این مرد اینجور اتفاقات زیاد تجربه کرده خیلی نمیترسه، ولی چیز عجیب اینجاست که خود این مرد میگه اون دره به شدت سنگینه و حتی بعضی موقع خودش به زور اون در رو باز میکنه. اما اینجا همینطور که میبینید در به همین راحتی خودش باز میشه. بعد از این اتفاق ترسناک این مرد و خانواده‌اش کم کم وسایلشون رو جمع میکنن، از این خونه میرن، ولی هنوزم که هنوز این ویدیو به شدت ترسناکه. ویدیو بعدی توسط دوربین مداربسته توی خونه ضبط شده و اتفاق خیلی ترسناکی میافته. این دوتا دختری که میبینید ادعا میکنن که قبل از اینکه اونا بیان توی خونه هیچ کس دیگه‌ای توی خونه وجود نداشته و اونا تازه ساعت 10 شب بوده که اومدن توی خونه. و تازه اینم باید بگم که این اولین باری نیستش که یه اتفاق ترسناک واسه اینا میافته، چون که چند هفته پیشش یه نفر در خونه اینا رو شکونده بود و اومده بود توی خونهشون و کلا دلیل اینکه اینا داخل خونهشون دوربین مداربسته گذاشتن هم همون قضیه بوده. اما توی این ویدیو وقتی که این دوتا دختر میان توی خونه در رو باز میذارن تا اون یکی خواهرشون که توی ماشین بودن بیاد تو خونه، اما توی همین حین یه اتفاق خیلی ترسناکی میافته. همونطور که میبینید دوتا دختره اومدن تو و در رو باز گذاشتن که اون یکی خواهرشون هم بیاد. بعد تو همینجا یهو این سایه نمیدونم چیه دقیقا، این موجود عجیب غریب پشت در اینطوری ظاهر میشه و بعدش هم سریع غیب میشه. همونطور که میبینید یه موجود خیلی تاریکی اون پشت یهو ظاهر میشه و باید بگم که قبل از اینکه در باز بشه همینطوری که میبینید هیچ چیزی پشت در نبوده، پس معلوم نیست که اون موجود از کجا یهو پیدا شده. و جالب‌تر اینجاست که این خواهرها تازه وقتی متوجه این قضیه شدن که نصف شبی یه صدای خیلی ترسناکی رو از طبقه پایین میشنون، اونا وقتی که این صدا رو میشنون سریع میان دوربینا رو چک میکنن و یهو متوجه این اتفاق ترسناک میشن. از اون موقع بعد اونا همشون معتقد شدن که یه موجود ترسناکی داخل خونهشون وجود داره. به هر حال نظرتون رو توی کامنت بهم بگید. رفقا خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که حتما واسه حمایت از ما اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، حتما هم این ویدیو رو لایک کنید و واسه رفقاتون هم بفرستید. خیلی ممنون، دمتون گرم و تا ویدیوهای بعدی میبینمتون.